توی حادثه من این مثالی به شما میدم. یه عزیزی اومده بودن لوله پکیج رو از بالا توسط یه لوله هود که پلاستیکی رد کرده بودن و متأسفانه لوله رو پاره کرد و اعضای خانواده رو با گاز گرفتگی مونوکسید کربن مواجه کرده بودش. خب اینو خاموش که میگن همینا دقیقاً. و اینو خواهش میکنم که حتما از لوله گالوانیزه استفاده بشه. طول لوله به صورتی باشه که خیلی زیاد نباشه بر ما، یعنی در واقع اونم باز همون حدوداً 1.5 تا 2 متر باشه. حد اکثر از 2 زانویی استفاده کنن. هر چقدر تعداد زانویی‌ها در لوله ها افزایش پیدا کنه گاز سرد میشه و پس میزنه به داخل خونه ها. این یادشون بمونه. و حتما لوله ها رو چک بکنن که لوله ها قوری نداشته باشه، قسمتایی که تو هم دیگه فرو میره اینا رعایت کنن. و یه نکته بسیار مهم اینه که سر لوله رو خواهش میکنم که در داخل سطح آب قرار ندن، حتی در محیط هایی که در واقع هواخوری بالا داره، مثلا این مغازه است، یه جای محیط کارگاه. این یادشون باشه مردم گاز مونوکسید کربن در حضور اکسیژن 240 برابر قوی‌تر از اکسیژن روی هموگلوبین خون ما می‌نشینه. یعنی اگه ما اکسیژن اینجا داشته باشیم، اینجا مونوکسید داشته باشیم، مونوکسید کربن اکسیژن رو پس میزنه و میشینه، یعنی قالب و اصلا زور اکسیژن نمیرسه. زاویه لوله خروجی، ببین زاویه لوله‌های ارضی رو من عرض بکنم خیلی مهمه. یه سری خونه‌ها اینجا بخاری رو گذاشتن، یه لوله ارضی کشیدن، مثلا رفته اینجا داخلی یه مثلا حفره دودکش، اصطلاحاً افقی قرار گرفته. این افقی قرار گرفتن خیلی مهمه. یادشون باشه مردم گاز افقی حرکت نمیتونه بکنه. برای این کار یه نسبتی داره، میگه که به ازای هر 1 متر شما باید 2 سانتی متر شیب لوله‌تون به سمت بالا باشه و بیشتر از 1 متر 1.5 متر هم این تجاوز نکنه. بعضا من دیدم از این سر تا اون سر مثلا یه لوله رو کشیدن که تخلیه رو شامل نمیشه. اما در خروجی ها در موقعی که از ساختمون میادش بیرون این لوله حتما باید حداقل 1 متر از سطح بالا اومده باشه. بعضا میادش این لوله رو از شیشه میزنن بیرون و باعث میشه که هوا دور این چرخش پیدا کنه، خلا ایجاد بکنه و باعث بشه که این گاز مکیده بشه به سمت داخل یا تخلیه کامل انجام نشود. بنابراین اینو حتما خاطر دوستان باشه که باید گاز لوله 1 متر حتما بیرون بیادش، 1 متر الیویت کنه بیادش بالا و حتما از کلاهک اچ در سر اینها استفاده کنم و یا حتی در بیرونش هم توصیه میشه. یعنی اگر لاجرم مجبور بودن یه دیوار اینو بدن بیرون، پنجره بدن بیرون، اینو 1 متر بدن بیرون، سرش کلاهک اچ حتما به صورت عمودی خورده باشه که بتونه اصل مکش رو در واقع فراهم بکنه برای افراد. و یه نکته دیگه من خیلی عرض بکنم و بسیار مهمه، لطفاً مردم خونه هاشون رو در زمستون از درزگیر استفاده نکنن اگر سیستم گرمایشی شعله باز دارن. یعنی اگر بخاری شومینه در داخل خونه استفاده میشه لطفاً از درزگیر استفاده نکنن. لطفاً همه درز و دالان‌های خونه رو نبندن، دریچه‌های کولر رو نبندن مگر آنکه دریچه‌های کولر در کناره دودکش‌ها قرار گرفته باشه. یه نکته دیگه هم خیلی مهمه، حالا چه اونایی که بخاری گازی استفاده میکنن یا شومینه، حالا توی شومینه ما یه دریچه‌ای در قسمت فوقانی خود این شومینه وجود داره که اون دریچه حتما باید باز باشه در طول استفاده از خود شومینه. و نکته دوم این که ممکنه در طول بهار و تابستان پرنده ها بیان بالا پشت بوم لانه بکنن. حتما باید سری بزنید. ممکنه آتشخالی تو مسیر خروجی مونوکسید کربن وجود داشته باشه، اون با تخلیه بشه. اینا باعث این میشه که مونوکسید کربن حاصل از اشتعال بخاری گازی خارج بشه. و از واقع این است که حتما مردم در اگر خونه‌های قدیمی استفاده میکنن از دودکش مشترک استفاده نکنن. اینم بسیار مهمه چون امکان داره که پس دود واحدهای دیگر رو در واقع به واحدشون منتقل کنه و ایجاد خفگی بکنه. حالا نکته پایینی رو آقای عزت‌پناه گفتن، این نکته پایینی هم من بگم که شما شعله بخاری گازیتون حتما باید به رنگ آبی باشه. نکته بعدترش اینه که شما هنگام خواب حتما یه دستی به این لوله بخاری بزنید که این لوله بخاری گرم باشه نه سرد. اگر سرد باشه این معنیش اینه که اون اشتعال درست نمیسوزه و انجام نمیشه و مطمئن باشید که داره مونوکسید کربن رو داخل خونه نگه میداره و داره پس میزنه.